امروز اومدیم روستای تابستان نشین املش چایی بچینیم. من فعلا اینا رو با دست چیدم، یکم هم اینجاست هنوز دارم میچینم. اینجا هم مامان و بابا دارن میچینن. اینجا شوهر خاله، پسر خاله، خالم اونوره دارن میچینن چای رو. یه سریا با دست دارن میچینن، یه سریا با قیچی چای چینی، یه سری هم با دستگاه چای چینی که اونو بعد بهتون نشون میدم. این طبیعت زیبا واقعا خیلی قشنگ و زیباه. این سمت و الان این سمت پایین رو همه رو چیدن، الان نگاه بکنین با دستگاه چیدن. این سمت یه کوچولو مونده که من دارم با دست میچینم. بعد اونورم هنوز دارم میچینم.